داستانی است که حتی در ذهنتان هم نمیه. تصویر خالی است. در کنار آن تصویر چت بود که در آنجا مردم به زبانهای مختلف و با کدهای مختلف گفتگو کرده بودند. ناگهان تصویر خالی پس میشه و ریچارد متوجه میشه که یک نفر در زنجیر بسته شده است. او یک چکش بزرگ میاره و به شدت به سینه و شکم شخصی را که بسته کرده بود زد. سلام دوستان، خوش آمدین به قسمت سوم دارک وب. در قسمت اول براتون گفتم سرفیس وب، دیپ وب و دارک وب چی است و چی کارهای داخلشان صورت میگیره و مخصوصا در قسمت دوم براتون گفتم که دارک وب چی کارهای در دارک وب صورت میگیره و چقدر قاتلای بیرحم است در دارک وب و نباید شما در دارک وب برین. پس اگر قسمت اول و دوم ندیدین پیشنهاد میکنم اول اون را ببینین، بعد در اینجا بین. در این بالا پلی لیست است، کلیک کنین ببینین. و در قسمت سوم یعنی این ویدیو براتون داستان مرتبط به دارک وب آوردیم. کسانی که در دارک وب رفتن و تجربه دارن. داستانی است که حتی در ذهنتان هم نمیه. پس بیاین که درباره این داستان بفهمیم. اولین داستانی که میخوایم براتون بگویم درباره ریچارد است. ریچارد کسی که به طور معمول در اینترنت مصروف بود که درباره دیپ وب و دارک وب معلومات پیدا کرد. و او کمی تحقیق کرد و پیدا کرد که دارک وب و دیپ وب از طریق تور براوزر میتونه وارد شود. او تور را دانلود کرد و شروع کرد به دیدن سایت ها. بعد از دیدن سایت ها او یک سایت عجیبی را دید. وقتی در او کلیک کرد دید که یک تصویر خالی است. در کنار آن تصویر چت بود که در آنجا مردم به زبانهای مختلف و با کدهای مختلف گفتگو کرده بودند. سپس ریچارد متوجه شد که یک تریلر ویدیو در آنجا به نمایش خواهد آمد. ناگهان تصویر خالی پس میشه و ریچارد متوجه میشه که یک نفر در زنجیر بسته شده است و بعد یک شخص داخل اتاق میشه که لباس سیاه پوشیده و در صورتش یک ماسک سیاه هم است. در همین زمان چت ها به طور سریع و زیاد شروع به آمدن میکنه و همچنین تعداد دونیشن ها یا کمک ها بسیار به سرعت افزایش پیدا میکنه. پیام هایی که همراه با هدای کمک بودند به زبان های مختلف و به صورت کد های پیچیده ارسال شده بودند. بنابراین ریچارد نمیتونست آنها را درک کند. پس از مدت کوتاه فردی که لباس سیاه پوشیده بود به مدت 2 دقیقه از صفحه خارج می شود. او یک چکش بزرگ میاره و شروع میکنه به ضربه زدن به دست آن شخصی که بسته شده. و ریچارد میگه اینقدر صدا خطرناک بوده که حتی او تحمل کردن نتونسته. بعد از حدود 15 دقیقه دست آن شخص شکسته و آویزان می شود. او کوشش میکنه که صدا بزنه اما نمیتونه. صدایش دچار اختلال شده بوده. تمام بدن آن فرد از شدت درد و شکنجه به شدت تکان میخورد و شما نمیتونید تلاش های او برای رهایی را ببینید و حتی صدای عذاب‌آور او را بشنوید. در همین حال چت پر از هیجان و خوشحالی بود که این فردی که چکش در درسش بود یک کار دیگر انجام داد. او یک نظرسنجی در کامنت ماند که آیا این شخص زنده بماند یا نه. او 2 آپشن ماند، بله نخیر، و در ظرف چند دقیقه 25,000 نفر نظر دادن در اونجا. پس از دریافت نظرسنجی 25,000 نفر 95% آنها خواهان مرگ او شخص بودند و 5% خواهان رهایی او شخص بود. همانطور که از نتیجه رایگیری مشخص شد او چکش را گرفت و به شدت به سینه و شکم شخصی را که بسته کرده بود زد و بعد از چند دقیقه اون نفر بسیار خونریزی شدید کرد و مرد. وقتی که اون نفر جان باخت سپس یک پیام در روی صفحه آمد: Who is next؟ بعدی کیست؟ و بعد از این صفحه به 10 بخش تقسیم شد. ویدیوهای مختلف در اونجا نشان میداد که یکی از اون متعلق به ریچارد بود. در حالی که او در حال سعی کردن سایت ها بود، هکرها کامپیوتر ریچارد را هک کرده بودند و دسترسی به وبکم او را گرفته بودند. وقتی این پیام آمد و تمام دوربین های چهره نمایش داده شدند. سپس شمارش معکوس شروع شد. همانطور که شمارش معکوس از 10 به 0 می رسید هر لحظه یک دوربین چهره کم می شد. در 2 ثانیه آخر فقط 2 چهره در اوج بود، یکی از ریچارد و یکی از فرد ناشناس. و وقتی که شماره خلاص میشه از ریچارد گم میشه و فقط از او نفر میمونه. آن فرد ناشناس بسیار به وضعیت بد قرار داشت.
او میگه او سرچپه اویزان بود و بسیار نفرات دور برش بود. وقتی که او این داستان را در ردیت نوشته کرده بود گفت که هیچ نمیفهمید که اونها کی هستند. هیچ نمیفهمید که کسی که در دستش چکش بود کی هستند و اون شخصی که در آخر بود. و در آخر گفت که وقتی که من میخواستم این سایت ها را بسته کنم در آخر نوشته شد ما به زودی ملاقات میکنیم. و بعد از اون ریچارد هیچ وقت به دارک وب نرفت. این بود داستان ریچارد دوستا. از این رقم داستان های بسیار مشهور و خطرناک براتان در ویدیوهای بعدی میگم. پس پیج فالو داشته باشین. تا ویدیوی بعدی